اگر در آغاز دوران تجدد طلبی ایران از رشت به عنوان شهر اولین ها نام برده می شود، یکی به خاطر همین ساختمان است. کتابخانه ملی رشت، گنجینه ای رو به زوال. اینجا اولین کتابخانه ملی ایران است که در سال 1306 خورشیدی در رشت تأسیس و 7 سال بعد به تاریخ 19 مهر ماه 1313 افتتاح شد. این مجموعه از نظر امکانات در حد و اندازه نام اولین کتابخانه ملی کشور نیست. در طبقه اول کتابخانه ملی رشت سالن بزرگی با ویترین‌های چوبی به عنوان موزه اسناد خطی دایر است که با وجود تنوع و اهمیت تاریخی آثاری که قدمت برخی از آنها به بیش از 700 سال میرسد، متاسفانه کارشناسی برای راهنمایی و توضیح به مراجعین حضور ندارد. توضیحات ثبت شده در تابلوها نیز به اندازه کافی مؤثر نیست و باعث نادیده ماندن ارزش نسخه های خطی می شود. این سالن در طبقه سوم کتابخانه با انبوه میز و صندلی‌های چوبی برای استفاده اعضای ثابت کتابخانه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان فضای دنج و راحت برای مطالعه است. اما متاسفانه اعضای فعال کتابخانه ملی رشت انگشت شمار هستند و این مجموعه نتوانسته نسل جوان علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی را جلب کند. در طبقه دوم کتابخانه این اتاق کوچک یادمان چهره‌هایی است که از آغاز تا امروز طی 1 قرن در کتابخانه ملی رشت درنگ کردند. نویسندگان و مترجمان و پژوهشگران و رجالی که نامشان با کتابخانه ملی رشت پیوند خورده یا در محیط آن اثری خلق کرده و یا بر امکانات و اعتبار آن خشتی افزودند و حال از آن سوی غبار زمان روزهای اوج کتابخانه ملی رشت را انتظار می‌کشند. و اما مخزن قلب تپنده این کتابخانه هم در طبقه دوم آکنده از نسخه های نفیس و کتاب و مجلات نایاب است که در دل قفسه های چوبی قرار گرفته. هم لمه های سقف، قفسه ها و میز و صندلی های چوبی قابلیت اشتعال فوری دارند و هم امکانات اطفاء حریق اتوماتیک یا حتی کپسول آتش نشانی به اندازه کافی موجود نیست. کافی است شعله کوچک در چند دقیقه موزیانه میان انبوه چوبها و کاغذها بدود تا حافظه فرهنگی صدها ساله این شهر در چشم بر هم زدنی خاکستر شود. کتابخانه و کاغذ سوخته چیزی نیست که قابل بازیافت باشد، مخصوصاً که آثار ارزشمند کتابخانه ملی رشت حتی اسکن نشده و از این جهت نبود امکاناتی همچون شیوه‌های تخصصی کتابداری و اجرای متدهای موزه‌داری و نوآوری در جذب اعضای جدید، نبود وسایل گرما و سرما و نبود دوربین مداربسته مهمترین نگرانی و انگیزه ما از تهیه این گزارش است. کتابخانه ملی رشت یکی از خاص‌ترین سازه‌های فرهنگی ایران است که می‌تواند به مکمل جاذبه‌های گردشگری میدان شهرداری رشت تبدیل شود. پناهگاهی باشد برای واژه‌ها، برای ترویج اندیشه و همچنین نمادی زنده از فرهنگ پیشروی مردم گیلان. با نوآوری در رویکرد مدیریت کتابخانه ملی رشت به راحتی میزان درآمد سالانه این مجموعه از طریق جذب اعضای ثابت و جذب گردشگر رشد یافته و برای تأمین بخشی از منابع و امکانات داخلی ساختمان کافی خواهد بود، به شرطی که نگاه نو جایگزین شیوه‌های سنتی بشود، البته بدون مداخله ارگان‌های دولتی و باز هم با حمایت مردم. اکنون زمان آن است که همگی از مسئولان تا شهروندان، از دوستداران علم و فرهنگ
تا بازاریان و خیرین از هر گوشه جهان برای نجات اولین کتابخانه ملی ایران در رشت تاریخ را از نو بنویسند.